دوستان عزیز، من دکتر حسین فروزانفر هستم. امروز قصد دارم که در مورد تفاوت‌های سه واژه CCP، OPRP و PRP با شما صحبت کنم. قبل از هر چیز از شما تقاضا میکنم بعد از اینکه این ویدیو رو ملاحظه کردید حتما در آپارات و یوتیوب من دنبال کنید و اونجا من لایک کنید تا من باز هم بتوانم براتون از این ویدیوها تهیه کنم. خب بپردازیم به این که این تفاوت‌ها در چی هست. ببینید، آنچه که به اشتباه در استفاده کردن از این واژه‌ها اتفاق میفته من میتونم خلاصش کنم و اینکه برای شما قابل فهم باشه، به این ترتیب که ما اگر دسته‌بندی کنیم از بابت اینکه گرید این موضوعاتی که در ارتباط با این سه واژه به کار میبره، اگه بخوایم گرید بندی کنیم خیلی راحت در ابتدا CCP و OPRP رو در گرید بالاتری قرار بدیم و PRP رو در گرید پایینتر. حالا این نیاز به موشکافانه صحبت کردن داره و من سعی میکنم که با مثالی که براتون میزنم این موضوع رو روشن کنم. قبل از که بخوام اینها رو بیشتر توضیح بدم لازم میدونم که این موضوع رو خدمتتون عرض کنم. اساس و پایه ارزیابی خطر همونطور که میدونید در استانداردهای ایمنی غذا دو پارامتر شدت و احتمال وقوع هست. یعنی شدت یک عامل مضر و احتمال وقوع اون عامل مضر که اصطلاحاً به این میگیم ریسک. حالا خود ریسک واژه‌ای هستش که ما متاسفانه در عوام به صورت خطر، یعنی متناظر با خطر استفاده میکنیم که کاملا این اشتباه است. ما واژه خطر هم هازارد هستش که ما در استاندارد بعد استفاده کنیم و ریسک ترکیب از احتمال وقوع و شدت ترکیب از احتمال وقوع و شدت یک عامل مضر هستش. خب ببینید، وقتی ارزیابی خطر انجام میدیم قطعا تمام خطرهایی که ما شناسایی میکنیم در کل یک فرایند تولیدی در صنعت غذا به یک اندازه عدد ریسک نخواهند داشت. این درجاتش متفاوت خواهد بود. اشتباه از همینجا صورت میگیره. عزیزان فکر میکنن که وقتی که قرار هستش که ما ارزیابی خطر بکنیم و هر خطری رسیدیم به اون خطر این واژه CCP رو اطلاق کنیم. در گذشته من یادم هستش که در سنوات قبل که هنوز استاندارد ایزو 22000 نیامده بود، در صنعت غذا، در صنعت روغن که دوستان هم حتما آشنا هستید که خودتون این موضوع خطر رو میدونید که عملا کم خطرترین صنعتی هستش که در صنعت غذا، یعنی لو ریسک ترین خطرات اونجا ببینیم. افرادی بودن که به صورت کاملا ناشیانه برای همچین صنعتی بیشتر از 50 یا 60 تا CCP در نظر گرفتن. خب این درک ناصحیح از اینکه CCP چی هست منجر به همین خواهد شد. بعد اینکه استاندارد ایزو 22000 آمد خواست این موضوع رو کمک کنه برای اینکه سازمان‌ها در زمانی که خطرات رو شناسایی میکنن به هر خطری واژه CCP یا بحث نقطه کنترل بحرانی رو اطلاق نکنند و بیان یک مقدار واقع‌بینانه تر و بهتر این کار انجام بدن. یعنی اون مواردی که خطراتی هست ولی چون ریسکش پایین تر هست با یه سری برنامه‌های پیش نیازی اینها رو بتونن رفع و رجوع کنن. به طور مثال وقتی شما در ارزیابی خطر به جایی میرسید که طبق نظام استاندارد ما باید همه جوانب رو بررسی کنیم، بگید سطوح، تجهیزات، فضا، نیروی انسانی و خدمات. به جایی میرسیم که وقتی محصول شما میخواد فرضاً از روی این کانویر عبور کنه یا از داخل این تویوب عبور کنه یا در این فضایی که داره این کار انجام میشه احتمال گرد و غبار یا اون فردی که داره کار میکنه احتمال ریزش موی سر یا موی دست یا آلودگی از طریق دستش میتونه اتفاق بیفته، از روش اتفاق بیفته. خب همه اینا خطر هست، اصلا درش ما شکی نداریم، ولی درجات خطر متفاوته. خطراتی داریم که لو ریسک هستن، احتمال شدتشون بسیار پایین هست که اینا رو میتونیم با یه سری برنامه پیش نیازی حل کنیم. ببینید ترتیب و سکانس ارزیابی خطر به این ترتیب است.
شما ابتدا به ساکن خطر رو شناسایی میکنید، ماهیت خطر مشخص میشه از چه جنسی است، حالا فیزیکال، کیمیکال، بیولوژیکال، حالا از جنس آلرژن یا رادیولوژیکال از اون بماند. بلافاصله ما اقدام کنترلی موظفیم براش انجام بدیم. خب خیلی از اقدامات کنترلی میشه همون برنامه‌های پیش نیازی که ما در نظر داریم. مثلا فرضاً اگر من بگم این فردی که اینجا در حال پاک کردن، مثلا فکر کنید مثلا میخواد خرما رو میخواد پاک کنه، میخواد هسته‌هاشو جدا کنه، یا میخواد مثلا احیان آشغال فیزیکی چیزی توش هست جدا کنه، من خطر رو درش میبینم که احتمال وجود یک سنگ مثلا در داخل خرماست، این فرد اپراتور میخواد جدا سازی کنه. خب این رو در نظر میگیرم و بعد میگم احتمال آلودگی دست این فرد ممکنه که احیانا در تماس با این حضور تو هست کنم که خرما سبب آلودگی اون بشه. خب اینجا اگر که من بخوام آلودگی دست این فرد رو بگیرم CCP کاملا اشتباه هستش. من میتونم آلودگی دست رو ببینم، یک اقدام کنترلی بذارم به صورت جامع. من میتونم اقدام کنترلی برای همه قسمتایی که انسان در تماس با محصول ساخته، نیمه ساخته و مواد اولیه هست از طریق یک برنامه جامع نظافت و شستشوی فردی این رو پیش بینی کنم. به طور مثال وقتی کسی وارد سالن میشه ابتدا به ساکن دستشو با یک ماده ضد عفونی کنه شستشو میده، یا اگر در جاهایی هستش که امکان استفاده از دستکش وجود داره، چون در صنعت خرما متاسفانه نمیشه از دستکش استفاده کرد به جهت چسبندگی داره، و در جاهایی که میشود از دستکش استفاده کرد، برای مثلا فرضاً فکر کنید یه جایی میخواد افراد یک ظرف مثلا پنیری رو روی یک کانویر بذاره برای اینکه بره زیر دستگاه فیلر رو پر کنه. خب اینجا ما میتونه بگه اون فرد اقدام کنترلیش استفاده از دستکش باشه برای اینکه آلودگی‌های سطح دستش به اون کانتینر یا اون ظرف پنیر منتقل نشه. خب اینو به راحتی میتونه بگیم به جای اینکه واژه CCP یا OPRP رو این بذاریم، میتونیم بگیم این یک PRP هست و این PRP رو از طریق برنامه پیش نیازیه که برای نظافت فردی تعریف کردیم دنبال میکنیم. یا یه سری موضوعات ازش که ممکنه که مواد غذایی شما احتمالاً با سطوح تجهیزات از طریق تماس اونا آلوده بشن. خب این تماس با این سطوح میتواند محصول آلوده بکنه، ولی من اون رو CCP نمیگیرم. اون منطقه‌ای که تماس مستقیم با محصول دارد رو طبق یک برنامه نظافت و شستشو که از قبل تعریف کردم اون رو به عنوان اقدام کنترلی در نظر میگیرم و این روز PRP در نظر میگیرم. ما اگه به صراحت به متن استاندارد 22000 مراجعه کنیم، در متن استاندارد 22000 اشاره شده که ما برنامه‌هایی رو داریم که اون برنامه‌ها سبب خواهد شد که برای کنترل خطرات کارمون رو ساده‌تر کنه. خب حالا اینجا تو این تصویر ببینید که شرایط بنیادی و فعالیت مورد نیاز برای نگهداری ایمنی غذا در اون سازمان که در سراسر زنجیره قرار ضروری هستش. حالا اینجا تو این اسلاید تو اون قسمت‌های پایین صفحه ببینید که ما یه سری واژه‌هایی داریم که این واژه‌ها رو من یکی دو موردش خیلی سریع توضیح میدم که از مفاهیم PRP رو در همه صنایع غذایی و حالا موارد مرتبط با هم رو یه مرور کوتاه داشته باشیم. ما روش خوب کشاورزی داریم یا Good Agriculture Practice. خب به این معنی هستش که اگه قرار باشه ما روش خوب کشاورزی درست انجام بدیم، نیاز به یک زمینی داریم که عاری از هر گونه فلزات سنگین باشه. نیاز به آبی داریم برای آبیاری که این باز آب پسماند یا فاضلاب نباشه، عاری از همه فلزات سنگین و بقای مواد شیمیایی و سایر موضوعات باشه. از کودی که استفاده میکنیم اووردوز نباشه، از سم دفعات که استفاده میکنیم اووردوز نباشه. این میشه روش خوب کشاورزی که متاسفانه ما در کشورمون نداریم. یا در روش خوب دامپزشکی. خب اگر روش خوب دامپزشکی داشته باشیم، در دامداری های ما دامپزشک میبایستی نظارتی بر دامی که اونجا تغذیه میشه به طور کامل داشته باشه تا اینکه اون دام از علوفه آلوده استفاده نکنه و گذشته از اون
اون نگهداری اون دام در محل دامداری باید کاملا زیر نظر دامپزشک کنترل بشه که اگر این دام دارو مصرف میکنه و دارو میگیره، بعد از گذشت اون دوره کارنس شیرش دوشیده بشه که اون آلودگی‌هایی که احتمالاً از طریق باقی مانده دارو و هورمون در شیرش هست به کارخونه منتقله، چون امکان جداسازی ندارن. یا اون موضوعی که گفتیم از تغذیه سالم برخوردار بشه، این هستش که اگر علوفه در جای نگهداری میشه و اون علوفه اگر به موقع هوادهی نشه و جابجا نشه، خطر رشد قارچ و تبعاتش آفلاتوکسین به وجود میاد و آفلاتوکسین هم وقتی که به وجود اومده امکان حذفش متاسفانه نیست. این موضوع خیلی مفصله، فقط در جریان باشید که ما خیلی از موضوعات رو، برنامه‌هایی رو که میتوانیم به سادگی اجرا کنیم و خطر هم تلقی میشود ولی با یک برنامه‌های ساده قابل کنترل هست، بی جهت اینها رو اسمشون رو CCP یا OPRP نمیگذاریم. ببینید اینجا تو این اسلاید میبینید دیگه بعضی از موضوعات مثل بحث بهداشت فردی، نظافت‌های عمومی یا بحث کنترل آلودگی که میتونه از همه سوت اتفاق بیفته رو داره به شما نشون میده. برنامه پیش‌نیازی سازمان برای آسانی پیشگیری و کاهش آلودگی‌ها به انضمام خطرات ایمنی غذا در محصولات، فراوری محصول، محیط کار، برنامه پیش‌نیازی رو ایجاد میکنه. حالا اینو مثل نحوه ساخت و ساز و جانمای ساختمان‌ها، تأسیسات، جانمای اماکن شامل فضاهای کاری، تحصیلات مرتبط با کارکنان، منابع هوا، آب، انرژی و دیگر منابع مصرفی، خدمات پشتیبانی مثل دفع مواد زائد، فاضلاب، تناسب تجهیزات و امکانات دسترسی برای شستشو، نگهداری و همینطور برنامه‌های تامین نگهداری. یکی از موضوعاتی که مهمه و باز به اشتباه این رو CCP یا OPRP میگیرن، بحث تضمین مواد خریداری شده است. ببینید مواد خریداری شده، آنچه را که ما از تامین کننده خریداری میکنیم، اینها طبق اون ارزیابی اولیه که انجام دادیم اینها رو سالم تشخیص دادیم، حالا با توجه به اون معیارها که ما در نظر گرفتیم، و بعد اقدام کنترلی ما برای اون خطرات احتمالی که ممکنه تو مواد اولیه باشه بیشترش برمیگرده به اینکه اینها اطمینان پیدا میکنیم این مواد اولیه از مبادی صحیح خریداری شده که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، یا اینکه تاییدیه آنالیز از طریق حالا سازمان غذاداری یا اداره استاندارد هستش و SQAش جوری هستش که معتبر است و عملا قانونگذاری رو تایید کرده، اون رو به عنوان اقدام کنترل در نظر میگیریم. حالا اون واژه که اشتباه در نظر گرفته میشه اینجا همینه، اینو CCP میگیرن و چون CCP میگیرن اونجا باید براش یک حد بحرانی در نظر بگیریم، چون CCP گرفتیم و حد بحرانی در نظر بگیریم. حد بحرانی رو میخوام چی در نظر بگیریم؟ شما در بعد ورود الان به فرض اون مواد اولیه رو دریافت کردید، اونجا میخواید شما بیاد این رو CCP در نظر گرفتیم، مثلا فرضاً باقی مانده هورمون و دارو. خب باقی مانده هورمون با دارو رو وقتی شما میخواید مثلا در نظر بگیرید در مورد مثلا فرضاً یک ماده غذایی که دریافت میکنید، مگه شما در دریافت در همون لحظه امکان اندازه‌گیری براتون متصور هست و امکان پذیر است؟ قطعا اینطور نیست. به طور مثال اینو واضح‌تر بگم، الان در مورد شیری که میخواد خریداری بشه از یک دامداری، ما آنچه را که باید اونجا در زمان دریافت چک بکنیم مگه بیش از این هستش که ما صرفا میایم میزان حداکثر کاری که سازمان انجام میدن، حالا یکی میان از نظر بود یا نبود آنتی بیوتیک چکش میکنن، یکی هم نهایتا میان از طریق اینکه حالا میخوام مطمئن بشن که این شیر مثلا تقلبی چیزی توش نشده، حالا از نظر اینکه به هر ترتیبی آلودگی چیزی درش اتفاق نیفتاده باشه یه سری فاکتورها چک میکنن. حالا اینکه خواسته ما برای کنترل اون خطر که نیستش که
این چیزی که اینجا اتفاق میفته ما دنبال اون بودیم که اون خطری که اسمش گذاشتیم خطر کمیکال که باقی مانده اون دارو و هورمون هستش رو چک کنیم. ما که امکان پذیر نیست. پس اقدام کنترلی ما می شود همون خرید از تامین کننده معتبر. تامین کننده معتبر در مورد شیر میشه چی؟ میشه خرید از یک دامداری صنعتی که دامپزشک اونجا حضور فیزیکی داره و در مورد خروج هر شیری از اونجا اظهار نظر میکنه و نظارت کافی در خوراک دام، تغذیه دام، نگهداری، درمان و بحث تیمار دام میکنه و شیری که اونجا با توسط به اون دامپزشک نظارت کافی روش انجام شده از نظر ما شیری هستش که مقبوله و عاری از هر گونه خطره. حالا این اقدام کنترلی ما خودتون میدونید دیگه برای این هستش که ما در بعد دریافت اطمینان داشته باشیم که از مسیر داره میاد که کاملا صحیح، درست و بهینه هستش. ولی این موضوع که ما دنبالش هستیم موضوع این هستش که در نهایت اطمینان داشته باشیم که اقدام کنترل ما اثر بخشه که میره تو فاز تصدیق که به طور ادواری باید نمونه هایی رو که ما خریداری میکنیم از اون تامین کننده به آزمایشگاه‌های مرجعی که توانایی اندازه‌گیری اون پارامترهای مربوطه رو دارن ارسال بکنیم و اونا تشخیص بدن که این آیا عاری از این موضوع هست یا نه. اونجا پی میبریم که چقدر اقدام کنترلی اثر بخشه. این که خودش موضوع دیگه است تو واژه تصدیق جوری دیگه است که من وارد اون نمیشم. ما یک برنامه پیش‌نیازی عملیاتی هم داریم OPRP. ببینید OPRP اقدامات کنترلی یا ترکیب اقدامات به کار برده شده است برای پیشگیری یا کاهش خطر مهم ایمنی غذایی. همینجا متوجه تفاوت PRP و OPRP میشیم. PRP برنامه‌هایی بود که به سادگی ما در مجموعه به کار می‌بستیم که اون برنامه‌ها مثل برنامه نظافت، شستشو، مبارزه با آفات، برنامه‌های نگهداری و تعمیرات و سایر موارد موضوعاتی بود که اینا خطرات مهم تلقی نمی‌شد. این واژه‌ای که استاندارد به کار میبره دقیقاً واژه سیگنیفیکنته که به فارسی مهم یا بارز یا با اهمیت ترجمه میشه. پس اگر اینطور بود همینجا تفاوت اساسی OPRP ها و PRP ها مشخص میشه. PRP ها جزو خطرات مهم تلقی نمیشوند ولی OPRP ها جزو خطرات مهم هستند. و در همینجا ما یک بخشی دیگه هم باز میکنیم برای شما. اون همی هستش که اگر قرار باشه ما OPRP ها رو مانیتور بکنیم، مانیتورینگ اینها با توجه به گفته استاندارد میتواند قابل اندازه‌گیری یا قابل مشاهده بشه. این نیاز به یک مثال داره. ببینید شما ارزیابی خطر میکنید، میرید در جایی که فرضاً ظرف پنیر روی نوار پنیر UF قرار میگیره و میخواد بره زیر فیلر. اگر توی سالن تولید رفته باشید ببینید که اپراتور اونجا حتی با کاملا رعایت کردن همون اصول بهداشتی که میخواد فعالیت انجام بده از دستکش استفاده میکنه، کلاه، پوشش مناسب و اون ظرف پنیر رو برمی‌داره و رو نوار میذاره. اینجا ما کراس کانتامینیشنی نداریم. چرا؟ چون اونو محدودش کردیم با استفاده از دستکش و کلاه که خودمون آلودگی رو اضافه نکنیم. ولی آیا اون ظرف پنیر که ما استفاده میکنیم استریله؟ قطعا اینطور نیست. اون ظرف پنیر ممکنه که در اون کارخونه که تولید شده 100% استریل که نیستش، که ممکنه آلودگی‌های ثانویه یا هم کراس کانتامینیشن داشته باشه و منتقل شده باشه به این. برای این خاطری که آلودگی احتمالی که میتونه آلودگی میکروبی باشه به محصول سرایت نکنه، یک تونلی رو قبل از فیلر گذاشتن توی سالن تولید که 3 تا لامپ یووی در این وجود داره. لامپ یووی اقدام کنترلی ما هستش، یعنی همون OPRP های ما هستش که ما اونجا قرار دادیم که این لامپ یووی عمل حذف آلودگی سطحی ظروف رو از بین ببره. خب این آلودگی سطحی رو از بین ببره. حالا من که میخوام برم اون مطمئن باشم که اون
اقدام کنترلی من در حال انجام هست، باید چه کار کنم؟ باید طبق برنامه زمانبندی ساعت به ساعت برم چه کار کنم؟ برم روشن بودن اون لامپ رو اطمینان ازش پیدا کنم که البته اونجا با عینک‌های مخصوصی ازش کنه میذارن که چشم آسیب نبینه. اپراتور وظیفشه مثلا طبق اون برنامه‌ای که بهش دادن ساعتی یه بار بره اطمینان پیدا کنه که اون فعاله. اینجا اقدام کنترلی ما فعال میشه و ما اطمینان پیدا میکنیم که اون ظرف پنیر چنانچه آلودگی سطحی برش وجود داشته باشه با اون تابش لامپ یووی سبب از بین رفتنش میشه. میخواستم اینو به شما بگم در مورد OPRP استاندارد میگه معیار قابل اندازه‌گیری قابل مشاهده. اینجا قابل اندازه‌گیری نمیتونه باشه چون عدد و رقم نداریم، ولی قابل مشاهده است. روشن بودن این لامپ از نظر ما قابلیت مشاهده داره، پس ما اینو میام متوجه میشیم که اقدام کنترلی در حال اجراست. پس اینجا ما اصطلاحاً اون موضوعی که در CCP میگیم حدود بحرانی، اینجا واژه‌ای که استاندارد به کار برده اکشن کرایتریون یا به فارسی ترجمه شده معیار اقدام. من وقتی خودم ترجمه کردم توی کتابم این رو به معیار اقدام ترجمه کردم زمانی که استاندارد ترجمه می‌کردیم برای سال اول. این معیار اقدام یعنی همون مترادف یا سینونیم اون حدود بحرانی. حدود بحرانی تفاوتش با اقدام کنترلی با معیار اقدام چیه؟ که اون حتما باید قابل اندازه‌گیری باشه CCP حدود بحرانی، و در OPRP ها میتواند قابل اندازه‌گیری یا قابل مشاهده باشه. این برای سهولت کاره. نقطه بحرانی مرحله از کاری که اعمال کنترل دارن کاربرد داشته باشه و میتونه از بروز یک خطر تهدید کننده سلامتی غذا که اون خطر مهمه. پس متوجه اشتراکی بین CCP و OPRP شدیم. CCP و OPRP هر دو از یک لول برخوردارن، هر دو استاندارد بعدشون به عنوان خطر مهم نام برده. پس تفاوت CCP و OPRP ها در این هستش که در CCP ها حتما حدود بحرانی باید قابل اندازه‌گیری باشه، ولی در OPRP ها میتواند قابل اندازه‌گیری یا قابل مشاهده باشه، ولی از نظر وزن یکسان هستن. پس اگر قرار با این باشه که ما بخوایم دسته‌بندی کنیم اقدامات کنترلی که در اسلاید آخر هست بهتون میگم، تفاوتی که وجود دارد این هستش که ما در ابتدا ارزیابی خطر انجام میدیم، یه سری خطرات خیلی جزئی رو که عدد ریسکشون پایین است همه رو طبق برنامه‌های پیش نیازی پیش میبریم، به اونهایی که های ریسک میشن عدد ریسکشون بالا میشه به این نظر که اینها رو بیاریم و تقسیم بندی کنیم بین CCP و OPRP بودن با اون موضوعاتی که من حالا سعی میکنم تو اسلاید بعدی ان شاءالله توی ویدیوی بعدی براتون اینو توضیح بدم. اون دسته‌بندی رو انجام بدیم که بعضی از اینا میشه و OPRP بعضیش میشه CCP، ولی از نظر درجه با هم از نظر لول هیچ تفاوتی با هم ندارن. حد بحرانی معیاری است که پذیرفتنی از نپذیرفتنی جدا میکنه. یعنی وقتی که شما حد بحرانی رو قائل شدید، آنچه که اون حد رو رعایت نکرد، به طور مثال شیر، اگر شیر اون دما رو ندید، دمای پاستور رو ندید، عملاً شیر خواهد بود که میتونه بالقوه ناایمن باشه. یعنی اولا اون خطر احتمالی وجود پاتوژن ها توش وجود داشته باشه، و یا اگر از ما حد تجاوز کرد بیشتر یا کمتر شد، اون چیزی که ما خودمون تعریف کردیم، این تفاوت ها سبب میشه که معیار پذیرفتنی و نپذیرفتنی جدا کنه. معیار اقدام اینجا باز تعریف شده. معیار اقدام مشخصه قابل اندازه‌گیری قابل مشاهده است برای پایش یک OPRP که توضیح دادم، هم اکشن کرایتریون، و واژه‌ای که سیگنیفیکانت هازارد یا خطر مهم یا بارز ایمنی مواد غذایی هم خطری هستش که از طریق ارزیابی خطر شناسایی میشه و نیازمند کنترل توسط اقدام کنترلیه. پس در مورد این حتما اقدام کنترلی میبایستی ما تعریف داشته باشیم. این هم متن انگلیسیش هست که اکشن کرایتریون measurable or observable specification for monitoring and OPRP، و این هم قسمت پایینش هست که significant food safety hazard گفته. دقیقا همین بود که صفحه قبل این رو بهتون نشون دادم و تعریف شده خود متن استاندارد است. باز تاکید بر این هستش که OPRP یا قابل اندازه‌گیری یا قابل مشاهده که مثالش رو براتون زدم. حالا در مورد CCP ها که قابل اندازه‌گیری، اونجا نمیتونیم از قابل مشاهده استفاده کنیم. اونجا وقتی که ما صحبت میکنیم میگیم دمای سردخونه قابل اندازه‌گیری است.
دمای پاسور قابل اندازه‌گیری است، فشار بخار قابل اندازه‌گیری است. تمام موارد رو باید قابل اندازه‌گیری در نظر بگیریم. و دسته‌بندی اقدامات کنترلی که این حالا لازم یک ویدیوی مجزا براش تهیه کنم، حالا در اولین فرصت براتون این انجام خواهم داد. تو این دسته‌بندی هستش که ما بر اساس اون سوالاتی که استاندارد گفته برای دسته‌بندی اون سوالات رو مطرح میکنیم تا به این پی ببریم که این اقدام کنترلی ما آیا CCP است یا OPRP. ببینید بعضی از سازمان اینجا هم اشتباه میکنن، میان PRP ها رو هم توی اون جدولی که تهیه میکنن اون سوالات رو بهش پاسخ میدن و اونها رو میخوان دسته‌بندی کنن، در صورتی که دسته‌بندی استاندارد گفته فقط در قالب HACCP یا برنامه پیش‌نیازی عملیاتی، حرفی از PRP ها نزده، پس اونا مورد ما نیست. مورد توجه ما برای دسته‌بندی فقط CCP ها و OPRP ها هستن، چون اینها جزء مخاطرات مهم هستن. پس من میخوام صحبتامو یک جمع‌بندی بکنم، یه نتیجه گیری کنم. در قسمت نتیجه گیری باز من یادآور میشم. ببینید آنچه را که ما میتوانیم به راحتی و به سهولت به عنوان یک خطر نان سیگنیفیکانت و یک لو ریسک در نظر بگیریم، مثل برنامه‌هایی که مربوط به آلودگی‌های متقاطع و موضوعاتی که در حین فرآیند اتفاق میفته و هر کدومشون خطر هستن ولی خطر جدی نیستن، رو از طریق برنامه‌های پیش نیازی جلو ببریم که استاندارد هم در بند 82 تو ایزو 22000 صراحتاً گفته و بعد گفته اینها رو میتونید در نظر بگیرید که من یه دفعه دیگه با شما مرور کنم. تمام برنامه‌های نظافت و شستشو، نظافت فردی، برنامه تعمیر و نگهداری، موضوعات تضمین خرید، موضوعات کنترل آفات، موضوعات مربوط به دفع پسماند و سایر موارد و همینطور آلودگی‌های متقاطع، تمام اینها جزء برنامه‌های پیش نیازیه. پس ما به راحتی میتونیم در زمان ارزی به خطر به این خطرات رسید برای هر کدوم برنامه مناسبی رو تعریف کنیم و اطمینان پیدا کنیم تحت کنترل. یک نکته که بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن استاندارد گفته در مورد PRP ها نیاز به تصدیق نداره، در صورتی که صراحتاً استاندارد این رو در متن استاندارد میتونید ملاحظه کنید خودتون تاکید کرده که چه برای CCP ها، چه برای OPRP ها، چه برای PRP ها حتما میبایستی ما تصدیق داشته باشیم. چرا که چنان که شما روشی برای تصدیق نداشته باشید نمیتونید ادعای خودتون رو برای اثر بخشیدن اقدامات کنترلی اثبات بکنید. پس حتما در مورد چه CCP، چه OPRP، چه PRP میبایستی شما موضوع تصدیق رو داشته باشید. ولی در ارتباط با PRP ها ما چیزی تحت عنوان مانیتورینگ مثل اینکه میایم حد بحرانی داشته باشیم یا معیار اقدام داشته باشیم به هیچ وجه اون رو نداریم. پس یادمون نره OPRP رو جای PRP استفاده نکنیم بگیم بله اون PRPه، اگه عملیاتی بشه میشه OPRP. نه، OPRP یک خطر مهم سیگنیفیکانته ولی PRP مهم نیست. این اشتباه رو من خیلی جاها میبینم که میگن خب این چون وقتی میشه برنامه عملیاتی خب حتما همون PRP که شده عملیاتی. نه، حتی اینطور نیست. استاندارد برای سهولت این که شما وقتی میخواید یک خطر مهمی رو مانیتور بکنید و امکان اندازه‌گیری برای شما نیست، آمده گفته شما اون خطر مهم رو در نظر بگیر، مثل همون موضوعی که براتون مثال زدم، مثل اون ظرف پنیر. اینجا ما برای چیزی قابل اندازه‌گیری نداریم، خطر مهمی، ولی نمیتونیم بریم عدد و رقم نداره بریم اون میزان مثلا لامپ یووی رو چک بکنیم، ولی میتونیم مشاهده کنیم که اون لامپ روشن هست یا نه. باز یه مثال دیگه مثل تو همین قسمت براتون بزنم. الان این شیرای پریپکی که شما توی بازار میبینید، در زمانی که توی سازمان وقتی میرید بررسی میکنید نحوه تکمیل شدن و پر شدن این توی اون بسته نگاه میکنید که اون خود توپ اون نواری که میاد و بعد اون پلاستیکی که میاد برای بسته بندی وقتی که میخواد بیاد زیر دستگاه فیلر و پر بشه، درست وقتی که میخواد قبل از که برسه به قسمت فیلر از کنار یه لامپ یووی عبور میکنه که سطح داخلیش که احیانا ممکن آلودگی داشته باشه از بین بره و اولا شیر وقتی بسته بندی میشه آلودگی بهش منتقل نشه. باز همون موضوع رو اپراتور میاد چک میکنه به صورت چی؟ ادواری، و اونم باز قابل اندازه‌گیری نیست. فقط اطمینان پیدا میکنه. بهش گفتن شما ساعت یه بار مطمئن باش که این حضور تو هست کنم که لامپ یووی روشن. باز یه مثال دیگه میتونیم براتون بزنیم. شما ارزیابی خطر کردین، گفتین وقتی میخواید محصولی وارد کارخونه بشه
احتمالش هستش که اونجا احیانا ممکنه شی خارجی یا شی فیزیکی هم باش بیاد. مثلا ساده ترینش مثال بزنیم، مثلا بگیم یک مایع مثل روغن یا شیر میخواد بیاد. خب ما سر راه اون میام یک توری قرار میدیم که به اون اقدام کنترلی. خب این دیگه قابل اندازه‌گیری که دیگه نیستش که ما بخوایم بریم چیزی اندازه‌گیری کنیم که، ولی میتونیم بگیم به اپراتور شما ساعت یه بار، روزی اصلا چند بار، اصلا هر که فرآیندی که خودمون پیش بینی کردیم، هم پریودی خودمون در نظر گرفتیم، برو شما سر بزن ببین آیا این توری سر جاش هست یا نه، آیا جدا نشده، کنده نشده، آیا هنوز سر جاش هست. این کنترلی که شما میکنید، این اکشن کرایتریون یا معیار اقدام که برید به صورت رؤیت تصویری با ابزرویشن انجام بدید، این میشه چی؟ همون چیزی که شما کنترل میکنید. این برای سهولت کاره. پس باز اشتباه نکنید بگین OPRP همون PRP عملیاتی همون PRP هاست. نه، دقیقاً این موضوع تو ذهنتون بسپرید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. بازم تاکید میکنم منو میتونید در یوتیوب و آپارات دنبال کنید و اونجایی که دنبال کردید زحمت بکشین، لایک کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید. من سعی میکنم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.